مثلا وقتهای آخر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل حسابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی‌اساس پرونده‌های جنایتی آغاز می‌نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. مقامات کارهای داخلی پاسدار و نگهبان ولایت قانون و ترتیبات حقوقی از جمله رعایت کنستیتوسیا و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی دولت صاحب اختیار تاجیکان میباشد. تأسیس چنین مؤسسه جهت باز هم بهتر برآمدن فعالیت مقامات کارهای داخلی مملکت بخصوص در سمت تربیت کادرهای معاصر و بلند برداشتن دانش و ملکه کسبی کارمندان رویداد بسیار مهم به حساب می رود. این مؤسسه پورا از حساب جمهوری مردمی چین ساخته به وزارت کارهای داخلی تحفه کرده شده است. از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام خود، از نام کارمندان میلیسیای تاجیک با رهبریت جمهوری مردمی چین حکومت این کشور منتداری صمیمی خودمان را بیان میکنیم. چنانکه در سخنرانی‌های خود همیشه تاکید می‌نمایم، سالهای آخر سیاره ما با یک قطار تهدید و خطرهای نو از قبیل اکستریمیسم و تروریسم، مخالفت و جنگ‌های مذهبی، عمل‌های دهشتناک تروریستی، شدت گرفتن روند مسلح شوی با شتاب، گسترش جنایتکاری متشکلی فراملی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی و مشکلات دیگر روبرو گردیده است. چنین وضع مردم سیاره از جمله ما را وادار می‌سازد که با مسئله حفظ صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولتداری، مستحکم نمودن اقتدار مدافعی مملکت، تقویت انفراستراکچور و زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی این ساحه همچون شرط مهمترینی پایداری امنیت و ثبات و آرامی جامعه اهمیتی اولین درجه ظاهر می‌نماید. امروزها ظهورات خرابی‌آور افراطگرایی و فعالیت سازمان‌های تروریستی خصوصیت و مقیاس جهانی کسب کرده است. مبارزه با این وبای عصر نه تنها وظیفه دولت بلکه وظیفه مهمی هر یک فردی با ننگ و ناموس جامعه میباشد. زیرا آن نه فقط به دولت و اساسهای کنستیتوشنی آن بلکه به روزگار آباد و آسوده به طرز زندگی هر یک شخص و اهل عائله او تهدید میکند. در این روند با گروه‌های اکستریمیستی و سازمان‌های تروریستی شامل شدن بعضی شهروندان ناآگاه ما باعث نگرانی گردیده است که این را در سخنرانی و واقعی‌ها با جوانان و نمایندگان دیگر طبقه‌های جامعه بارها تاکید نموده‌ام. باید گفت که در برابر نتیجه‌های نظررس در فعالیت مقامات حفظ حقوق کمبودی‌های زیاد نیز به نظر می‌رسد. مثلا وقتهای آخر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل حسابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی‌اساس پرونده‌های جنایتی آغاز می‌نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. فعالیت سوست نمایندگی مقامات تاجیکستان در قلمرو فدراسیون روسیه کمبودی جدی دیگر می باشد که گروه کاری رفته وظیفه آنها را اجرا کرده ایستاده است. خطر دیگری که به ثبات و آرامی جامعه تهدید می‌کند قاچاق و گردش غیر قانونی واسطه‌های نشادار می‌باشد. واردشوی واسطه‌های نشادار و معاملات آن در کشور نسبت به سال گذشته زیاد گردیده ایستاده است و وضعیت در این سمت تشویش‌آور باقی می‌ماند. تاکید می‌سازم که تا حال در جاهای دلخوشی و جمعیتی فروش مواد مخدر سینتتیکی جای دارد و شماره نشمندان هنوز زیاد میباشد. بار دیگر تاکید می‌سازم که درآمد از حساب گردش غیرقانونی مواد مخدر
یکی از سرچشمه‌های مبلغ‌زایی تروریسم و دیگر گروه‌های متشکل جنایتی میباشد. از این رو مقامات داخلدار از ضرور است که فعالیت خود را وابسته به پیشگیری کردن گردش غیرقانونی و استای نشدار کلاً تغییر دهند. گردش غیرقانونی سلاح آتشفشان به جامعه و حیات آدمان خطر و خطر جدی ایجاد نموده سبب سرزدن جنایت‌های وضعی می‌گردد. بنابراین ساختار و مقامات داخلدار باید در این سمت کارهای فرماندهی را با مردم پرزور نمایند. همچنین خاطررسان می‌نمایم که پرزور گردانیدن کار در سمت رعایت طلبات قانون‌های ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، پیشگیری کردن حالت‌های تعلیم غیر قانونی دینی و به گرفتن تعلیم حتمی عمومی فرزندان مانع شدن بعضی پدر و مادران وظیفه مهم مقامات کارهای داخلی. بعد سپارش رهبر دولت و در نتیجه چاره‌ای از جانب مقامات کارهای داخلی عملی گردیده در کشور 1,000 نفر شخصانی که به سیر جادو و فالبینی مشغول بودند و زیاده از 5,000 نفر ملاهای چلسواد برای خرافات پرستی دستگیر گردیده به قید مقامات کارهای داخلی گذاشته شدند. به ترتیب در آرین این کاری موسمی نیست. اجرای یک خیلش تامین کردن در کار در تمام قلمروی مملکت. گرچند در سخنرانی خود روز 1 سپتامبر سال جاری تاکید کرده بودم که ترتیب و نظام حاضرشوی خوانندگان و آموزگاران در مؤسسه‌های تعلیمی زیر نظارت قرار داده شود، لیکن تا هنوز این کمبودی‌ها جای دارند. حاضرین گرامی، کارمندان مقامات حقوق همچون حامیان حقوق و آزادی‌های شهروندان و معاونان ترتیبات جمعیتی در مشکل ترین لحظه های تاریخی کشورمان به خاطر حمایت ثبات جامعه، آرامی مردم، مبارزه بر ضد دسته های مسلح جنایتکار و مهمتر از همه برقرار کردن ساخت انسانی در صف پیش قرار داشتند. حالا امروز نیز با جنایتکاری متشکل ترانسمیدی، جنایت‌های اکستریمیستی و تروریستی، کیبر جنایت‌ها، معاملات غیرقانونی مواد مخدر و پیشگیری کردن دیگر عمل و کردارهای غیرقانونی مبارزه برده ایستاده‌اند. طور می‌دانید تا زمان صاحب استقلالی در کشورمان مؤسسه تحصیلات عالی آماده‌سازی متخصصان بلنداحساس برای مقامات کارهای داخلی وجود نداشت. متخصصان اساساً در مؤسسه‌های تحصیلات عالی دیگر جمهوری‌های اتفاقی تیار کرده می‌شدند. در تاجیکستان تنها یک مکتب مخصوص میلیسیا فعالیت می‌کرد. حالا در ساختار و مقامات کارهای داخلی 4 مؤسسه تعلیمی، اکادمی، کالج میلیسیا، کالج آتش‌نشانی تکنیکی و مرکز تعلیمی فعالیت می‌نماید. کالج لیسیا را خیلی بلند برداشته بوده. با امید هیچ کس شاید کار نیست. برای عملی نمودن چنین وظیفه‌ها ضرورت پیش آمد که ما تربیت کادرهای بلنداحساس را برای ساعت هر چه زودتر در داخل کشور تشکیل کردن، نظام نوی اداره کنی مقامات اجرایی حقوق و دیگر ساختارهای نظامی مملکت را برآورد کنیم. حاضرین گرامی، شما خوب آگاهی دارید که در دوام 2 ساله اخیر دنیا با تحولات عظیم دچار شده. نبض و نظام زندگی در تمام سیاره تغییر یافته ایستاده است. در این روند جهانی‌شوی انسانیت را با حوادث و واقعه‌های روبرو کرده ایستاده است که برای پیشگیری کردن آنها استفاده و تطبیق تجربه و اصولهای نوی محافظتی ترتیبات جمعیتی و حقوق و آزادی‌های شهروندان لازم می‌آید. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف تکمیل نظام آماده‌سازی کادرهای بلنداحساس و با طلبات زمانه مطابق گردانیدن برنامه‌های تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی از جمله مؤسسه تعلیمی امروزه میباشد. روند آموزش اختصاص‌ها و برنامه‌های تعلیمی از جمله در کورس‌های کوتاه مدتی آن برابر آموزش اساس‌های قانونگذاری می‌نه، مأموری، روانشناسی، آداب سخنوری برای هیئت راهبری کننده از سخنی عمیق زبان دولتی، آموختن نکم از 2 زبان خارجی و کار با تکنولوژی‌های معاصر کمیونیکاسیونی را وارد نمودن ضرور می‌باشد. تاجیکستان در عرصه بین‌المللی 190 دولت دنیا با رسمیت شناخته است. با قریب 160 دولت اینا رابطه‌های اقتصادی داریم. ما کلی اعضای سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی دنیا است. امروز تاجیکستان در همکاری با بسیار دولت‌های دنیا
ҳамкориҳои дуҷонибаи дипломатии сиёсиро баро мондагӣ аст. дар самти ҳатто мақомотҳои корҳои дохилӣ донистани забон бениҳоят ҳамчун боду ҳаво зарур аст. ҷиддӣ муносибат кунед. ҳамчунин бо дар назардошти тавсеяи ҳамгироии тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ зарур аст ки омӯзиши санадҳои меъёрию ҳуқуқии байналмилалӣ низ баро монда шавад. устодону кормандони муассиса бояд ба вазифаи муқаддаси хиш бо масъулияти баланд муносибат карда дар амалӣ намудани барномаҳои таълимӣ ҷиҳати омодасозии кадрҳои баландсоати соҳа ва куллан беҳтар гардонидани низоми таҳсил саҳми муносиб гузоранд. дар охир бори дигар ҳамаи шумо ҳозирини гиромӣ ва кулли кормандони мақомоти корҳои дохилиро ба ифтихори сисолагии қабули нахустин конститутсияи тоҷикистони соҳиби истиқлол, рӯзи милитсияи тоҷик ва ифтитоҳи боз як муассисаи олии омодасозии кадрҳои баландсоз самимона табрик гуфта ба ҳар яки шумо саломатӣ, иродаи матин ва барору комёбӣ орзу менамоям.